وطن بر کوسارانت بمیرم، وطن بر چشم سارانت بمیرم. وطن خاکت بود بهتر زی تیلا، وطن خاکت بود بهتر زی تیلا. وطن بر برف و بارانت بمیرم، وطن بر کوسارانت بمیرم. وطن میرم به شانی بستانت، وطن میرم به حسنی مردمانت. وطن میرم به شانی بستانت، وطن میرم به حسنی مردمانت. بمیرم من به هر یک خار سنگت، بمیرم من به هر یک خار سنگت. بمیرم بر صدای بلبلانت، بمیرم بر صدای بلبلانت. مگو کی من زیخشم یازی خطلان، خوجندیم و یا اهلی زرفشان. مگو کی من زیخشم یازی خطلان، خوجندیم و یا اهلی زرفشان. بدخشان و رشتی و حصاری، بدخشان و رشتی و حصاری. همه فرزند ما در تاجیکستان، همه فرزند ما در تاجیکستان، همه فرزند ما در تاجیکستان. عرض احترام و ادب که نسبت شما داریم بیننده ذکی تلویزیون سفینه، یک درود گرم شامگاهی نثارتان. این برنامه فضا است چون همیشگی مهمان کاشانه های شما عزیزان. هر وقتا که طریق برنامه های تلویزیونی سفینه مهمان خاندان شما میشیم خیلی خوشحال میگردیم، چون واقعا ما رو یک مهمانداری تاجیکانه میکنید و سپاس میگوییم به شما. اکنون ما نیز در برنامه این شامینه مهمان داریم هنرمند عبدالله خیالوف و یک گروه رامشگرانی که اینجا برای کمک ایشان آمدن، نوازش کردند، سرودایشان را رنگ و روی دیگر در آوردند و همچنین یک شاعر جوان مطربه خوشبخت خواهر عزیز ما نیز در این برنامه حضور دارند که من قبلا حضور شما را خیر مقدم میگویم به تلویزیون فرهنگی سفینه. خوش آمدید و امکان دارد که از همین منبر مقدس برنامه فضای تلویزیون سفینه به خویش و تبار حق و همسایه یار و دوست و کل هموطنان سلام و پیام شامگاهی برسانید. مرحمت. سلام درود به همه هموطنان عزیز، به همه همدیاران عزیز. از نام خودم و از نام اهل هنرمندان ما شفاس به حد که
با برنامه فضا امروز اشتراک داریم. به همه مردم تاجیکستان و تاجیکستانیان تنی صحت و خاطر جمع خوشبختی ها آرزومندم. سلامت باشین. تشکر. مرحمت مطرب بانو شما نیز یک سلام برسونید. من هم همواره سلام و درود خود را به کل تماشابینان تلویزیون سفینه میرسانم و همین گونه در جنبست امروزی و آغاز یک شام زیبا برای هر یکی آنها تنسیتی و خانوادگی تمنا میکنم و بگذار این شامشان یک آغاز شب زیبای حیاتشان باشد. تا از امروز به شام یک امیدی هست، میگویند همین گونه نیست شب آنها تا به صبح دیگر با امید و خوشنوایی باشد. خب صحتمند باشید. تشکر. چون شما شاعر هستید و قلمبردست هستید، ایجادکار هستید و ما نیز تمنا میکنیم که راه ایجاد شما سبزن در سبز باشد. برای شما نیز اکای عبدالله برای رو موفقیت میخواهیم در راه هنر و ایجاد. و اکنون یکم صحبت میکنیم. ترانه نخستینه که در برنامه ما سرای دیدین، ترانه را کی برای شما آهنگ بندی کردین؟ ترانه خب چگونه آماده شده است؟ نخست از زمین میخوام قصه کنیم. سرود آهنگ خودم، شعرش از دو شاعر، فیروز نظام‌الدین و زبیدالله جامد. این آهنگم برای ایجاد کردن بسیار زحمت ها میکشید. بله بله. خب از کدام سال شروع کردید با جاده هنر قدم گذاشتن را؟ از صنف یکم سال 72 وقتی که ما در مکتب میخواندیم در صنف یک، اون وقتا محفل های هنری میشد. بعد میگفتن که حافظی میکند کی میسراید. هم وقتا یک رباب بود و یک دایره بود. من میبر آمدم حافظی میکردم. از سرودهای همون وقتی میخواندیم. بعد همین شوق در دل ما پیدا شد. بسیارتر در رادیو، اون وقتی رادیو که بود، تلویزیون اونقدر نبود. استاد بایان نیازوف، ظفر ناظم، آدین هاشم، جور بیگ مرادوف، فیض علی حسنوف، دولتمند خال، همین های گوش میکردیم و میری شوق صنعت در دل ما پیدا شد. آفرینتان بود. خب اکنون در مکتب شروع شد، از صنف یکمین با این میدان وارد شدنتان شروع شد و اکنون ختم کردید مکتب میانه را. در محفل ها الکی خوب برآمدها میکردید، کم کم ترسم از دل پریده بود. خب بعد ختم مکتب میانه تصمیم گرفتید که کجای در یگان مثلا درگاه صنعت خب به طور پررگی این راه را از خود کنید؟ من وقتی که سال 1982 مکتب میانه ختم کردم، بعد آمده اینستیتوت هنرهای زیبا با نام استاد مرزا ترزاد داخل شدم. کدام اختصاص رو ختم کردید؟ موسیقی و سرود. موسیقی و سرود. بسیار خوب. بعد ختمی که به دانشگاه آمدید، اکنون الکی در آرزوهای دل باز شدن گرفت. از مکتب بر آمدید به یک شهر کلان و در اینجا خواندید در دانشگاه هنرهای زیبا، اختصاص موسیقی رو ختم کردید. در دوشنبه موندید و برگشته رفتید به دهات؟ اولهای دم دوشنبه کار میکردیم در مکتب 25 قربالا. بعد با مکتب دیار برفتیم. حاضر الان در همون معرکه و توی سرهای مردم اشتراک میکنیم، در برنامه کنسرتی برنامه میکنیم. از همون سالی 82 با خلق هستیم، دائم با خلقیم. سلامت باشین. تشکر. واقعا این روی صنعت یک دلبستگی هست که انسان را نزدیک میکند به مردم، دوستداری و محبوبیت هنرمند را به مردم زیاد میکند اگر واقعا از روی صدق، از روی عدالت زحمت های زیاد بکشد. بله تشکر. و یکم میخوام باز با مطرب بانو یک صحبت کنم. نخست میخوام مطرب یک چند مصرع یک شعر از ایجادات خودتون قرائت کنید، بعدا صحبت بکنیم. من در اینجا گشتم تولید در دنیای مهر، من در اینجا ابتدا یافتم ز خود. آمدم دیدم که گل در این چمن می شکوفد، نوحه بلبل نبود. گرچه در صبح سفید آمدم، در چراغ تیرگیم می نبود. من امینم که نگشت از آفتاب این قدر روشن، اما خود به خود. صبح خورشیدی ما است این وطن، صبر و عشق در دل و دل در وجود. هم قدم از آن تبار شمس هم تو همان بودی که در یادم نبود. تشکر. خب مطرب بانو خواهر عزیز، امیدوار هستم که روز و روزگارتان خوب است.
تشکر. سلامت باشید. با شما چند دفعه صحبت هم کرده بودیم. غالبی آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب هم هست در نمینت شاعری. خب اکنون یک کمک میخواهم در مجرای آن حرف بزنید که امروز بندی چی کار است؟ تا جای آگاهی داریم، در رادیو هم فعالیت میکنید. یک کمک در همین مورد. تشکر. زندگی انسان همواره در یک جا نمی ایستد. با گذشت روزها، با گذشت لحظه ها انسان پی میبرد که یک دری را پوشیده است و او را دری نوی انتظار است و با عزمهای نو، با آرزوهای نو، با نیتهای نو دست می نهد به دسته این در. شاید گشودن آن مشکل باشد، شاید گشودن آن از انسان یک تلاش و یک زحمتی را طلب کند، ولی ما امینیم و امیدوار است که پس آن در او را یک دنیای انتظار است که از امروزش به کلی فرق میکند و شاید شادتر از امروز باشد، رنگینتر از امروز باشد. من هم برای بیشتر شدن و همچنین با راگردانیدن قلم خود در جاده ایجاد قدم نهادم به رادیوی تاجیکستان و در آنجا کار و فعالیت میکنم و هدف در اینجا کار کردن نزدیک شدن به دل انسان ها و همچنین راه کشادن از دل به دل است و امیدوارم که این نیت ما، این مقصد نیک ما عملی میگردد و ما میتوانیم یک دری نوی را، یک مناری نوی را باز کنیم در کاشانه هر یک شنونده و همچنین هر یک آن که دوستدار کلام و دوستدار شعر و شاعری است. آفرینتان باد. خب یگان برنامه را راه اندازی کردید؟ البته الکی من نو قدم گذاشتم و طول یک چند ماه می شود که در این بارگاه کار فعالیت می کنم و یک برنامه تهیه نمودم و مؤلف این برنامه و همچنین راوی این برنامه نیز خودم هستم که نام دارد یک شعر و یک ترانه. با بیننده همواره صحبت دارید مستقیما؟ مستقیما در نقشه داریم که یک برنامه مستقیم پوشایم و به راه مونیم و این هم الکی به همین نزدیکی شاید هفته دیگر روزهای سه شنبه می شود و تحت عنوان ما و شنوندگان. خب ما می خواهیم که با این برنامه و با راه اندازی این برنامه نزدیکتر شویم و آن رشته که بین شنونده و همچنین راویان برنامه ها هست آنها را مستحکم‌تر نمایید. بله، گسسته بسازد. خب تشکر و من باز تمنا میکنم، آرزو هم دارم که در برنامه نوبتی ما میآید و از تاثیرات بیننده که با اون در برنامه نوبتیتون که راه اندازی میسازید قصه خواهید کرد. ما برار میخواهیم به شما تشکر و اکوی عبدالله خیالوف در مورد ترانه دوم یکم قصه کنید. مالکی است؟ استاد لایق. استاد لایق، آهنگ خودتون. و این صورت برای برنامه فضای تلویزیونی سفینه و برای بیننده های این برنامه آماده شده است. البته بار یکم بار سرایده شدید. سلامت باشید. آماده بسرایید. البته.
تازه می کردی برای خود راهی آخرت رو به سوی آخرت با التجا گپ می زدی نیمه جان و نیمه تن می رفتی سوی لامکان با مکانی آخرینت بی صدا گپ می زدی با مکانی آخرینت بی صدا گپ می زدی در تنت خشکیده بود زبقی تپیش حال اقبال با امید زندگی با زنده ها گپ می زدی شیر پاکت بود پا زهری همه ناسورها باز هم از دردی به دوا گپ می زدی پیش خود تا حال هایی رانم که با لبهای خوش خود به خود گپ می زدی یا با خدا گپ می زدی خود به خود گپ می زدی یا با خدا گپ می زدی مادرم با درد خود شام و صبا گپ می زدی سپاس میگویم برای اجرایش خوب. با شما سپاس مطربان محترم. شما میگفتید که مثلا طول سالهای زیاد است که فعالیت میکنید، یک کموی سر را هم سفید کردید در این راه و چی برای شما هدیه کرد؟ بی سند بودن برای من تصور نیست، زیرا که من بسیار سنت دوست می‌دارم. همه اون چیزی که من در زندگی موفقیت‌های و کامیابی‌هایی که برای من خداوند نصیب کرد این وارای سنت است. بله بله. خب از عهده نوازش اسباب‌های موسیقی خودتون میبرید؟ تار می‌نوازم. دایره می‌نوازم. بله. در فضای خانواده فرزندان راه شما را انتخاب کردن یا نه؟ استاد اینها با راه خودشون معلم و دختر و هر راه در خانه تنها پدر هنرمند. یک پدر. خب سر دسترخوان بشینید، اهل خانواده میگویند که یک دو تا رو گیرید و میشود همین خیلی وقتها میشود محفل ها میگذارونید. سلامت باشید. بیشتر چنگ به کدام موضوع ها میزنید در راه اجرا؟ وطن، مادر، پدر، سرودهای تربیوی، کلاسیکای بسیارتر رای میکنم، پیگیری میکنم. شاعرای معاصر هم همشون دوست میدارم. من عموما همه شاعرای حرمت میکنم، دوست میدارم. از قریب که بسیاری شاعرای معاصر هم آهنگم هست، سروداشون میسرایم و کلاسیکا بسیارتر برای اینکه آنها چه معنی بلند میکنن. درست. خب ببینید برادر عزیز اکای عبدالله در مورد اونه که شاید ظرفیت 30 سال یا 35 سال شما روی صحنه هستید،
چند ترانه ها آماده کردید تا این مدت؟ یک 30 تا فقط آهنگای خودم. آهنگای خودتون. بازخوانی هم کرده اید؟ باز از استادای دیگرم میسریم. وقتی که تکلیفی میکنن میخوانم، میگه بسیارتر آهنگای خودم میسرم. آهنگای خودتون. بله. ترانه سومی که الحال عبدالله خیالوف اجرا میکند، این ترانه چی نام دارد؟ این ترانه را کی برای شما آماده کرد؟ اینم استاد آهنگ خودم، شعر از عجمرات. سرودی نو اینم بار اول در همین در برنامه فضا هدیه میشه. سلامت باشن. تشکر. دوستان عزیز، یادآور میشم که انقریب من همینگونه احساس کردم که 4 ترانه که عبدالله خیالوف به برنامه فضا آوردن، تنها بیننده های عزیز این ترانه ها در تلویزیون سفینه به طور زنده و بار نخست صدا داده ایستادن. اینم تحفه امین هنرمند برای ما و شما هست و من سپاس میگویم به همین اهل رامشگرا که با شما همکاری کردند، با شما را کمک کردند و من بگمان میگویم اگر کار دست اینها نباشد، کمک اینها نباشد، ترانه خوب آماده نمیشود. همین گونه هم است؟ البته. ای هم نفسان مردمی فرزان بی‌پرستی، علم و ادب و نشئی عرفان بی‌پرستی، از غافل و گندیده میزان بگریزید، دانا و خیرتمند و سخن دان بی‌پرستید، دانا و خیرتمند و سخن دان بی‌پرستید. دامانی حقیقت زی کفا سان مگذاره، آه از رمق جذبهی یزدان بی‌پرستید، تن پروری بهش نکارست خوشایند، تن لقمه گور است دل و جان بی‌پرستید، تن لقمه گور است دل و جان بی‌پرستید. هر لحظه غنیمت بیشمارد چو هستید، این انجمنی قربی حبیبان بی‌پرستید، هم مولوی و جامی و خیام بیخوانید، دریای پر از گنجی بزرگان بی‌پرستید، از رودکی شوره صد عصر بگتی، تا سرمد و تالایق و مستان بی‌پرستید، در باغی شکر خیزی عجمرات میشینید، بلبل صفت آهنگینه است آن بی‌پرستید،
بلبل صفت آهنگی نیست آن بپرستید ای هم نفسان مردمی فرزان بپرستید. سپاس برای پیشنهاد ترانه. از برنامه ما چی برای خود گرفتید؟ این برنامه برای شما پسند آمد؟ بسیار، البته بسیار. من در بسیار از سالی که شما هم برنامه آغاز کرده بودید من آرزو میکردم که همین برنامه ما اشتراک کنم. من شکرانه استقلالیت وطن، شکرانه که من خیلی پیشوای معظمی مهربان داریم که با دستگیری جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان 6 مقام دولتی گرفت، حلق مقام دولتی گرفت. این بسیار خوشبختی بزرگ است. بله. این نعمت بی‌بها است. بله. ما شکرانه میکنیم در هوای آزاد نفس کشیده زندگی کردیم. بله. تشکر و امیدوارم که باز تصمیم میگیرید که دفعه دیگر بیایید برای ما، برای بیننده‌های ما ترانه سرایی. البته. سلامت شما آماده باشید، ما آماده هستیم همیشه. تشکر. زنده باشن. تشکر برای لطف و مهربانی که ما رو قدر کردید آمدید به تلویزیون سفینه به برنامه فضا. یک عالم سپاس به همه شما و سپاس گرم دیگر به شما بیننده‌های بدل نزدیک ما که شما هستید و ما برنامه آماده میسازیم و شما هستید و ما انرژی پیدا میکنیم که صحبت کنیم. شما هستید و ما از محبت و از دوستداری قصه میکنیم و آیت شکرانه برله میاریم همیشه که در وطن زیبا و در وطن آباد و آسوده با نام تاجیکستان آفتابی زندگی میکنیم. سرتون سبز باد بیننده های عزیز. این انجام نشر این شبینه برنامه فضا هست. دیگر برنامه ها ادامه دارد. ترانه انجامی رو عبدالله خیالوف می سراید برای شما. برا رو زندگی خوش آرزو میکنیم تا دیدار نوبتی. یاری من نبین ناز و اداها دارد در دامن کوه خیمه زیبا دارد. یاری من نبین ناز و اداها دارد در دامن کوه خیمه زیبا دارد. من صدق شوم با ناز شیرینت یار چون حسن و کرش می دلارا دارد. من صدق شوم با ناز شیرینت یار چون حسن و کرش می دلارا دارد. کوه بلند و ثروتش رنگارنگ از ثروتی و یار تمنا دارد. این کوه بلند و ثروتش رنگارنگ از ثروتی و یار تمنا دارد. در خارستان که چشمه های صاف است هر قطره و ارزش دنیا دارد. در خارستان که چشمه های صاف است هر قطره و ارزش دنیا دارد. جورم مردا بر لب رخسار یار بوی خوشبو سیگارا دارد. جورم مردا بر لب رخسار یار بوی خوشبو سیگارا دارد. من صدق شوم با ناز شیرینت یار چون حسن و کرش می دلارا دارد.
صدق شوم مناز شیرینت یار، چون حسن و کرش می دلارا دارد. یاری من نبین ناز و اداها دارد، در دامن کوه خیمه ای زیبا دارد. یاری من نبین ناز و اداها دارد، در دامن کوه خیمه ای زیبا دارد. در دامن کوه خیمه ای زیبا دارد. در دامن کوه خیمه ای زیبا دارد.